در مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی شهر خوجند به نام یوسفخان اسحاقی با مقصد جلب هرچی بیشتری داوطلبان روزی درهای گشاد آغاز گردید. ختم کنندگان مؤسسه تعلیمی میانه عمومی شهر و نواحی ولایت از این مؤسسه میانه مخصوص بازدید نموده دعای بر روند تعلیم و تربیت و اختصاصهای آن معلومات کافی به دست آوردند. از خردی آرزو داشتم که داروساز شوم. حجت‌های خود را من به مرکز ملی تستی و کلاستری 5 سپاریدم و امروز آمدم که با کالج طبی شهر خوجند به نام اسحاقی شناس شوم. در اینجا شرایط‌های خوب فراهم آورده شده است. در آینده می‌خواهم در این کالج تحصیل نمایم و برای شکوفایی وطن عزیزمان تاجیکستان خدمت نمایم. اطلاع داده شد که مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی شهر خوجند به نام یوسفخان اسحاقی یکی از مؤسسات تعلیمی صاحب مقام و خزینه تربیت کادرهای صاحب اختصاص و صاحب عنوان کشور به شمار می‌رود. این درگاه مقدس تعلیمی را تا به امروز زیاده از 33000 نفر ختم نموده. الحال ختم کنندگان آن در تمام مؤسسات توابتی شهر و نواحی کشور و بیرون از مرز آن فعالیت دارند. این مکان علم و معرفت و سرچشمه اعتماد بخش حمایت سلامتی جامعه محسوب می‌یابد. کالج طبی دارای 5 فاکولته از جمله فاکولته کاری طبابتی، کاری مامادایگی، کاری همشیرگی، کاری فارماسیفتی، کاری دندانسازی و دیگر گروه‌های مقصدناک عمل می‌کند. در کالج 15 کافدرا فعالیت دارد. ذکر گردید که کالج طبی شهر خوجند دارای 2 بینای تعلیمی، یک بینای خوابگاه، یک کتابخانه با تالار خوانش و کتابخانه الکترونیک که به شبکه اینترنت پیوست شده است، همزمان کابینت‌های لینگافونی، تالار ورزش، میدانچه ورزشی، والیبال، بسکتبال، میدانچه ورزشی حامی وطن، تالار خرد اوید به نمودی تنیسی روی میز، سیمخانه شاهماد و ششکه، بونگای طبی، تالار مجلسگاه، 38 سیمخانه‌های تعلیمی، آزمایشگاه‌ها، آشخانه، استاخانه همیشه برای دانشجویان فعال است و ایشان از آن ثمرناک استفاده می‌برند. امروز در مؤسسه ما روز درهای گشاد گذرانده شده ایستاده است. مقصد از گذراندن روز درهای گشاد شناس نمودن ختم کنندگان مکتب‌های شهر و نواحی ولایت سوخت با اختصاص‌های کالج میباشد. عین زمان با مقصد تامین تکنیکی روند تعلیم با تکنولوژی انفورماسیونی در کالج 45 عدد کامپیوتر و همین مقدار تخته‌های الکترونی و ویدیو پروژکتورها مورد استفاده قرار دارند. خود امروز با زیاده از 400 نفر داوطلبان از جانب ماموریت کالج طبی شهر خوجند بوکلت‌های اطلاعاتی که عبارت از معرفی اختصاصات است تقسیم کرده شد.